سرگذشت ملت تاجیک به مثل مسیر تاریخ پرشیب و فراز است. در دوره‌های گوناگون تاریخی فرزندان این ملت توانستند در معرفی و پایداری این ملت صاحب تمدن خدمت‌های شایسته کرده باشند. از جمله آنها دوری که پیشوای ملت در اثرشان چهره‌های ماندگار ذکر کردند، شاعر بزرگ و خادم جمعیتی میرزا ترسونزاده می باشد. میرزا ترسونزاده 2 می سال 1911 در دهه خوشمنظره قره‌طاق وادی حصار به دنیا آمده است. پدرش استاد ترسون یکی از هنرمندان گلدست این وادی بود. وقتی در قره‌طاق مکتب نو تشکیل یافت، میرزای خردسال از جمله اولین طلبگان آن گردید. پس از آن او در سالهای 1925 1926 در اینترنت دوشنبه تحصیل خود را دوام داده است. سالهای 1926 1927 در دانشگاه آموزگاری تحصیل کرده است. میرزا ترسونزاده در سالهای 1927 1930 در دارالمعلمان تاجیکی شهر تاشکند خوانده صاحب معلومات پوره گردید و به صفت راهبر شعبه عمومی و کاتب مسئول روزنامه کمسمال تاجیکستان کار کرد. سال 1935 به اتفاق نویسندگان تاجیکستان به حیث راهبر شعبه تشکیلاتی عمومی به کار آمد و راهبری بخش دراماتورگی را بر عهده گرفت. از سال 1943 سردار ریاست صنعت نزد شورای کمیته خلقی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بود. از سال 1946 تا سال 1977 تا آخر حیات خود رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان ماند. خدمت‌های میرزا ترسونزاده همچون خادم جمعیتی خیلی بزرگند. همین است که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن ذکر شخصیت میرزا ترسونزاده نوشتند: میرزا ترسونزاده نه تنها همچون شاعر شهیر، بلکه به صفت ارباب بزرگ دولتی و جمعیتی و سیاسی به حیث رئیس کمیته یکدلی مملکت‌های آسیا و افریقا در تمام عالم متمدن شهرت داشت. او با این تشکیلات جمعیتی بین المللی 20 سال عاقلانه سروری کرده در تحکیم پیوند دوستی و رابطه های ادبی مردمان دو قطعه مبارز سیاره آسیا و افریقا خدمت های شایسته به جا آورد. میرزا ترسونزاده با مهنت فداکارانه خود در راه ترقیات ادبیات بدیعی، مستحکم نمودن صلح در بین مملکت ها و قطعه های عالم آبروی و اعتبار بزرگ داشت. او در ردیف مشهورترین نویسندگان و اربابان دوران خود سزاوار عنوان عالی قهرمان مهنت سوسیالیستی گردیده بود. میرزا ترسونزاده توسط شعرهای جذاب و دلنشینش خلق و کشور خود را وصف کرده ملت تاجیک را در عرصه بین المللی همچون مردم صاحب تمدن و فرهنگ سالار و تاجیکستان را چون سرزمین زیبا منظره معرفی کرده است. شعری که تحت عنوان کشور تاجیک نوشته است، طبیعت بیشتاسای تاجیکستان را زیبا و دلارا ترنم می نماید. وقتی که او می گوید کشور تاجیک دارد کوههای سربلند، آبهای شوخ دارد چشمهای دلپسند، ابرها وقتی که در بالایشان غون می شوند، کوهها از برف و از باران دیگرگون می شوند. بی اختیار پیش نظر خواننده و شنونده منظره های دلفریب طبیعت تاجیکستان می آیند. او وطن خود، زادگاه خود را خیلی صمیمی و عاشقانه دوست می داشت. هرچند به حیث رئیس کمیته یکدلی خلق‌های آسیا و افریقا و قاصد صلح و دوستی به کشورهای خرد و بزرگ دنیا سفر می کرد، لیکن در همه جا دل او به یاد وطن می تپید. ولی من در همه جا، در همه کنج و کنار دهر همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور. خدمت‌های میرزا ترسونزاده همچون شاعر ممتاز و ارباب برجسته جمعیتی و سیاسی تاجیکستان با چندین مکافات‌های دولتی و بین المللی قدر کرده شدند. سال 2001 با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان سرفراز گردیده است. نام نیک و خدمت‌های بزرگ میرزا ترسونزاده در بلندترین آشیان، یعنی در دل خلق، همیشه باقی است.